سبد پلاستیکی و آجر میذاره جلو مغازش، ملت نتونن پارک کنن. بعد ناراحته چرا اینایی که زورشون میرسه زمین خاری میکنن. اون کارمندی که تو تایم اداری به ارباب رجوع میگه برو فردا بیا، واسه چی ناراحته که حقوقش 2 هفته است دیر شده؟ اون راننده تاکسی که از سر صبح بد اخلاقه، هیچ وقت پول خورد تو جیبش پیدا نمیشه، واسه چی شاکیه که چرا فلان اداره کارشو درست انجام ندادن؟ تعمیرکاری که قطعه تعمیری رو تعویض میکنه، بعضی چیزی برمیداره از رو ماشین، واسه چی ناراحته که ارتوپد به جای فیزیوتراپی جراحی واسش تجویز کرده؟ 3 ماه کابینت سازه کارشو تحویل نداده، بعد ناراحته چرا ایران خودرو و سایپا هنوز ماشینشو تحویل ندادن، عید باید تحویل میدادن. برای هر کاریش دنبال آشنا و پارتی میگرده که با یه تلفن کارشو راه بندازن، بعد ناراحته چرا مطب فلان دکتر طرف بدون نوبت رفته تو. خب ما هممون که شبیه همین، فقط مقیاس اشتباه کردنمون کوچیک‌تره، چون زورمون نمیرسه، که اگه اون بالا بودیم ما هم همینطوری رفتار می‌کردیم. خلایق هرچی